assalomu alaykum do'stoni aziz. Idoma میدیم به حل کردن مسئله های مرکز ملی تستی. شرط مسئله 14 رو شما میتوانید در اکران ببینید و من باشم دو داشته ها رو ترتیب میدهم. در شرط مسئله قوه یکم F1 دو داشته است. F دوم هم دو داشته است. اینچنین مسئلهش هم دو داشته است. ما باید کتاب رو ببینیم. در اینجا اولین درجه ما باید قوه نتیجه‌ای رو بیابیم. F نتیجه‌ای برابر بس F دوم طرح F یکم. برای چی F دوم طرح F یکم؟ برای آنکه قوه ها مقابل گذاشته شدند و F دوم کلان میباشد. برای همین F دو طرح F یک و ما قیمت های آنها رو گذاشته کار میکنیم. برابر به 6 نیوتن میشود و ما در اینجا از قانون 2 نیوتن استفاده کرده میتونیم که در آنجا F ما F نتیجه‌ای میباشد. F برابر M ضرب A. اگر ما A رو بیایم A برابر F تقسیم M میشود. و ما قسمت ها رو گذاشته کار میکنیم. 3 متر تقسیم ثانیه در کوادرات میباشد. معلوم شد که جواب ما 3 متر تقسیم ثانیه در کوادرات است. میگذاریم به مثال آینده. مثال 15. شما میتوانید شرط مسئله را در روی اکران ببینید و من باشم دو دسته را ترتیب میدیم. در اینجا F1 دو داشته است. F1 برابر 100 نیوتن F2 هم دو داشته است. برابر به 300 نیوتن ماسه هم دو داشته است. ماسه برابر به 40 کیلوگرم. در اینجا ما باید کتاب رو ببینیم. در حال ما F نتیجه رو میبینیم. برابر به F یک جمع F دو. چرا جمع امین قوه جمع میشن؟ برای اون که هم معلم و هم شاگرد به یک سهم طلا داده ایستادن. قیمت ها رو گذاشته کار میکنیم. 400 نیوتن میشود و ما در اینجا باز هم قانون 2 نیوتن را استفاده میبریم. در اینجا هم F ما F نتیجه میباشد و ما اگر A را یابیم A برابر F تقسیم M میشود. نتیجه تقسیم M برابر به خط کسر 400 نیوتن تقسیم 40 کیلوگرم برابر به 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. میگذاریم و مسئله 16. شرط مسئله 16 را میخونم. وزن کیهان‌آورد در ماه 160 نیوتن میباشد. ماسه او چقدر است؟ شتاب افزایش آزاد در سطح ماه G برابر 1.6 متر تقسیم ثانیه در کوادرات قبول کنید. جواب را با کیلوگرم نویسید.
در اینجا ما وزن را با P اشاره میکنیم. P برابر 160 نیوتن، G برابر به 1.6 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. در اینجا ماسه نامعلوم است. باید ما ماسه را بیابیم. فرمولای وزن را می نویسیم. P برابر به M ضرب G. اگر ما M را بیابیم، M برابری P تقسیم G می شود. M برابر به P تقسیم G. قیمت ها را میگذاریم. 160 تقسیم 1.6 برابر و در اینجا 100 کیلوگرم می شود. جواب مسئله 16. میگذاریم به مسئله 17. در مسئله 17 گفته شده است وزن ماشین را یا به شتاب افزایش آزاد را G برابر 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات قبول کنید. جواب را با نیوتن نویسید. داده شده G برابر 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. ماسه ما برابر به 2 تن و ما میتوانیم آن را به کیلوگرم گردانیم. 2000 کیلوگرم. و در اینجا باید ما وزن را یابیم. وزن را با P اشاره میکنیم. از فرمولای وزن استفاده میبریم. P برابر M ضرب G. در اینجا هر دوی قیمت ها را گذاشته میکنیم. 2000 ضرب 10 برابر به 20000 نیوتن. میگذاریم به مسئله 18. کیهانوردی ماسه اش 100 کیلوگرم به سطح ماه با کدام قوه تاثیر میکند؟ شتاب افزایش آزاد را در ماه 1.6 متر تقسیم ثانیه در کوادرات قبول کنید. جواب را با نیوتن نویسید. داده شده را مینویسم. M برابر 100 کیلوگرم، G ما باشد برابر 1.6 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. و در اینجا باید ما وزن را یابیم. از فرمولای وزن استفاده میبریم. P برابر دی mg. P برابر و 100 ضرب 1.6 برابر دی 160 نیوتن. میگذاریم به مسئله 19. شرط مثال را میخونم. قوه وزنی آدم را یابید. شتاب افزایش آزاد را G برابر 10 متر تقسیم ثانیه قبول کنید. جواب را با نیوتن نویسید. دشها ترتیب میدم.
G برابر به 10 متر تقسیم ثانیه در کвадрат масsaи мо бошад 60 килограмм. қувваи вазниниро меёбем. формулаи қувваи вазниниро менависем. F баробар N зарби G. қиматҳоро гузошта кор мекунем. F баробар ба 60 зарби 10 баробар ҷавоби мо 600 ньютон ҳосил мешавад.